برادرها گوش کنن برادرها. نگاه کن بسیجی و ارتشی میاد اینجا میسته. خب پاسدارم که نداریم میاد این وروای میسته. فهمیدی آقا؟ ارتشی پاسدار نداره، ما هم سرباز امامیم. کاش نمی‌اومدیم توی این بنبست. کاش بین مردم بودیم. کاش تو کوچه پس کوچه ها می‌جنگیدیم. کاش شهید می‌شدیم تا مردم شاهد باشن سرباز خمینی مرد شهادت نه تسلیم. جناب تیمسار ستاری، نظر مجلس اینه که ساخت هواپیما فقط در انحصار وزارت دفاع باشه. ببخشید نظر مجلس محترم ولی من اجراش نمی‌کنم. ولی شما موظف هستید که دستور موافقتون اجرا کنید. آقا شما موافق من نیستی، موافق من امامه. من چی میگم تو کجای کار وایسادی؟ من میگم همه چی تو ازت گرفتن، تو میگی میخوام برم ارومیه. من سرباز اون مرد این مملکتم. اینو که نمیتونن ازم بگیرن. نمیتونن.